میگه شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. پناه به خدا. شیطان رانده شد، فقط یک خطا کرد. خطاش چی بود؟ نخواست که غیر پروردگار سجده کنه. آدم سجده کردنش قبول نکرد. خطای شیطان این بود که آدم علیه السلام وقت خداوند امر کرد که سجده کن آدم، این شیطان محروم ملعون مردود امر خدا را به جا نآورد. حضرت چی میگه؟ میگه شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز. از بینماز شیطان بهتر است. میگه به چی خاطر؟ او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. شیطان آدم سجده نکرد، اما این بینماز خدا را سجده نداره. خدا امرش میکنه سجده کن، این بینماز سجده نمیکنه. حتی رب العالمین در آیت میگه انسانهایی که امروز نماز نمیخوانند در روز قیامت به سونش خطاب میکرده، امر میکرده است تمام بنده های اهل محشر امر میکرده که سجده کنه. انسانهایی که در دنیا نماز خوان بودن همه میگه در رکوع می افتادن، یعنی در تعظیم و در سجده می افتادن. این انسانهای حیلگر و نیرنگ بازه که امروز نماز عید آمدن و نماز نمیخوانند، اینها اون روز میخواستن که او در محضر خدا را فن کنند، اما حیله و فندی اونها اون روز دیگر به کار نمیرود. میخواستن به سوی سجده بروند، اما خداوند میانهای اونها را مثل تخته بر این شاخ میگردانده است. هرچند حرکت میکنه این میانه که در سجده کردن آموخته نیست، اون روز دیگه به سجده نمیرفته، از میان خم نمیشده است. این شخصیت میخواسته به سوی سجده بروه، اما این سجده این میان خم نمیشده. برادر عزیز بزرگوار، به همین خاطر برادری که نماز نمیخوانه امروز میانه در خم شدن در محضر عظمت و بزرگی و جلال خدا آموخته که تا اینکه در روز قیامت پس شود، خم شود.